برد محافظ کامپیوتر را عوض کن و با خیال راحت نگران خسارت میلیونی نباش. محافظ کامپیوتر کار بسیار حساسی داره. پس اگر دیدی در کار اونها اخلال ایجاد شد، بیدرنگ برد عوض کن و یا اگر اوضاع مالیت خوبه، کلاً یه محافظ نو جایگزین کن. چون باعث خسارت میلیونی به سیستم کامپیوتر یا PC شما میشه. خب ابتدا با آچار مخصوص به اون پیچ ها رو باز کنید که در این نوع محافظ از آچار ستاره استفاده شده. هیچ وقت سعی نکنید از آچار نامناسب استفاده کنید چون باعث تغییر حالت و یا خراب شدن پیچ ها میشه. کمی احتیاط کنید چون آچارهای ستاره و پیچ‌های ستاره‌ای کمی حساسن. اگر قسمت آچارخور رد کنه، گل پیچ خراب میشه. کمی دقت نیاز هست. آچار ستاره حالت ال شکل داره. اکثر آچارها به صورت ال شکل هستن. در سایزهای مختلف مثل یک دسته آچار هستش که داره شماره‌های مختلف هستش و ما میتونیم همیشه از اونها برای باز کردن پیچ‌های ستاره‌ای با سایزهای مختلف استفاده کنیم. درب محافظ کامپیوتر رو باز کنید با احتیاط. برد الکتریکی محافظ کامپیوتر رو باز میکنیم، دمونتاژ میکنیم. این نوع بردها داره آمپرهای کاری مختلف هستن. مثلا 10 آمپر و 15 آمپر. معمولا برای بردهای کامپیوتر یا محافظهای کامپیوتر از بردهای 10 آمپر استفاده میشه. ما برد مشابهش رو در بازار تهیه میکنیم و سیم بندی اونا طبق نقشه پشت برد که به صورت مشابه مشاهده میکنید جایگزین میکنید. تک تک سیم ها رو از روی این برد آزاد میکنیم و روی برد جدید لحیم کاری میکنیم. ببینید معمولا بردها اکثر قطعاتش مشابه هستش. فقط تک و توک یک سری از مقاومت ها، خازن ها به خاطر طراحی و یا نوع سازندش تفاوت داره، ولی نوع رله و خازن الکترودیتش اکثرا ثابته. خب محل نصب دوتا از سیم ها به صورت جداگانه هستش و دوتا از سیم ها مشترکه. اون دوتا از سیم که مشترکه رو خیلی راحت از رو برد باز کنید، فرقی نمیکنه. روی برد جدید لحیم کاری کنید. ببینید تو بردهای الکتریکی به دلیل نوع آلیاژ لحیم که ذوب شدن لحیم مشکل هستش، ما باید ابتدا خودمون مقدار لحیم رو روی محل ذوب قرار بدیم تا کارمون راحت بشه. یعنی میایم مقدار لحیم رو روی محل ذوب مجددا ذوب میکنیم تا آلیاژ اون لحیم اون قسمت راحت تر ذوب بشه و دمونتاژ قطعات و یا سیم خیلی راحت انجام بشه. هر سیمی که دمونتاژ میکنید روی برد جدید لحیم کاری کنید، بعد برید سیم بعدی رو انجام بدید. اینجا اون دو تا سیم
اون دو تا سیمی که روی قسمت مشترک از بورد لحیم شده بود آزاد کردیم و مجددا اینجا لحیم کاری میکنیم. این کار اصلا کار سختی نیست، فقط به مدار پشت بورد توجه کنید. میبینید که خیلی راحته، تخصص آنچنانی نیاز نداره. کمی توجه، چون قسمت فیبر چاپی پشت بورد مشابه هم هستش. شما کم توجه کنید میبینید که تقریبا محل اتصال سیمه ها روی هر دو بورد مشابه. سعی کنید زمانی که لحیم کاری انجام میدید نقطه های لحیمتون رو به صورت مقاوم لحیم کاری انجام بدید، چون برق 220 ولت هستش و امکان داره جریان کشی اتفاق بیفته در محدوده مجاز. به همین دلیل میگن که سیم ها رو محکم لحیم کاری کنید که از محل لحیم احتمال اینکه سیمی آزاد بشه و یا لحیمش ول کنه وجود نداشته باشه. از این بابت خیالمون راحت باشه. اون دو تا سیمم روی اون دو نقطه لحیم کاری میکنیم. اول از همه باید نوک حویه روی قطعه کار یا روی سیممون قرار بگیره تا درجه حرارتش کمی بالا بره و گرم بشه، حالت پیش گرم بهش میگن. بعد سیم لحیم ها اضافه کنید. بهترین حالت لحیم کاری به همین صورته و این باعث میشه که لحیم به قطعه کار و یا قسمت سیمی که میخوایم لحیم کاری کنیم به راحتی بچسبه. خب لحیم کاریمون تموم شد. میریم برای مونتاژ قطعات داخلی محافظ کامپیوتر. براکت پریز هامون اینجا گذاری میکنیم. بعدش بورد محل خودش نصب میکنیم و میریم برای تست. خب قبل از اینکه قطعات کامل جای خودشون فیکس کنیم یک بار تست انجام بدیم. دو شاخه به پریز میزنیم، کلید قطع و وصل روی حالت 1 قرار میدیم. LED زرد رنگ نشانه تأخیر زمان هستش. بعد از اون اگه ولتاژ عادی باشه LED سبز روشن بشه که بورد ما اینجا به درستی عمل میکنه. میریم برای بستن قطعات داخلی و فیکس کردن اونها و بستن درب محافظ و استفاده برای کامپیوتر. LED ها رو به ترتیب قرمز رنگ برای ولتاژ غیرعادی، زرد رنگ برای تأخیر در زمان و سبز رنگ ولتاژ عادی در محل خودش جایگذاری میکنیم و با چسب حرارتی پشت اونا فیکسش میکنیم. برد الکترونیکیمون هم با پیچ محل خودش میبندیم و اگر نیاز باشه اطراف اونم با چسب حرارتی فیکس میشه.
LED قرمز ولتاژ غیرعادی، LED زرد تأخیر در زمان و LED سبز ولتاژ عادی. ما پشت این LED ها رو چسب حرارتی میزنیم، چون وقتی که مورد استفاده قرار میگیره اگر با انگشت روی LED ها رو فشار بدیم باعث میشه به داخل محل خودش فرو بره و مشاهده کردن وضعیت محافظ ولتاژ سخته. به خوبی فیکسش کنید که به راحتی از محل خودش در نیاد. بردمونم با چسب حرارتی فیکس. به نظرم یکم دیگه چسب حرارتی بزنیم. یک طرف LED ها نگرفته. و تمام. در به مورد محافظا میبندیم. کاملا چفت بشه. پیچا را داخل حفره خودش قرار میدیم و با آچار مخصوص یا همون آچار ستاره‌ای پیچا را به کف میرسونیم. توجه کنید که پیچا خیلی سفت نشه، فقط به کف برسونید و یکم اون رو سفت کنید. چرا؟ به خاطر اینکه محل رزوه پیچا پلاستیکه و باعث هرز شدن اون بشه. کار ما دیگه تقریبا تموم شده و بعد از بستن پیچا تست نهایی ازش میگیریم و میره برای استفاده. دوستان اگه به این ویدیوها علاقه دارید سابسکرایب یادتون نره و به ما انگیزه بدید. و کار تمام. تست نهایی برق 220 وصل، کلید قطع و وصل روی حالت وصل، زمان تأخیر روشن و ولتاژ عادی و میبینید که محافظ کاملا سالم.